این ملت پابرهنه و فقیر در برابر روسا یا اتحاد شوروی حریف شماره یک ایالات متحده آمریکا و ناتو قرار گرفت و 2.5 میلیون شهید داد، هزاران هزار معیوب و معلول داد و کشور تقریبا ویران شد و شوروی ها مجبور به عقب نشینی شدند. این ملت سزاوار اینقدر اهانت هست یا نه؟ چرا این ملت اینقدر اهانت میکنن؟ چرا اینقدر توهین میکنن؟ هدفشان چی است؟ من میخوایم به صراحت بگم که هدف امریکایی ها و انگلیس ها چی است؟ در پیش چشم ما فقط پاکستان انداختن که ما پاکستان داو بزنیم. پاکستان هم بیگناه نیست، ولی پاکستانی کارا را به زوری کی میکنه؟ به قوتی کی میکنه؟ به حمایتی کی میکنه؟ پاکستان در عین حال که مراکز مهمی تروریستی را در خاک خود جای داده، میلیاردها و میلیونها دلار از ایالات متحده آمریکا کمک سالانه به دست میاره. این چی بازی است؟ چی میخوان بکنن؟ این ملت بیچاره را چی میخوان بسازن؟ این ملتی که بیش از 3 میلیون محتاج به مواد مخدر داره، هزاران هزار معیوب و معلول داره، میلیونها بیوه و یتیم و فقیر و گدایگر داره و صدها جوانش در دریاها خوراک ماهی ها و نهنگ ها شدن. از این ملت چی میخواه ایالات متحده آمریکا؟ این ملتی که در پهلوی آمریکا ایستاد شد و مقابل شوروی جنگید و برای امریکا و برای ناتو و برای غرب، اتحادیه اروپا و انگلیس ها یک آبرو آفرید. حال این ملت چرا در این وضعیت قرار دادن؟ و ما فقط کل حرف ما نیست که مسئول کل گپا پاکستان است، پاکستان است، پاکستان است. یک گپ یاد گرفتیم که پاکستان است. بله پاکستان مسئول است، ولی که پاکستان به جرأتی کی و به حمایتی کی و به کمکی کی این همه بدبختی ها را در افغانستان پیاده میکنه و عملی میکنه. ما امروز ایالات متحده آمریکا پیمان استراتژیک امضا کردیم و در پیمان استراتژیک صراحت دارد که از جایی که افغانستان تهدید می شود، از جایی که حاکمیت ملی افغانستان تخریب می شود و از جایی که امنیت افغانستان از بین میره، ما او جا را از بین میبریم، او جا را زیر حمله قرار میدیم. چرا ایالات متحده آمریکا، چرا ناتو و چرا انگلیس ها در برابر این گپ خاموش هستند؟ خب مسئول تطبیق او کی است واقعا؟ ببینین چند تا جاسوسک دارن. چه کسانی هستند جاسوس؟ اجازه بتین، معلوم هستند جاسوسایشان. جاسوساشان در بین مجاهدین معلوم است، جاسوساشان در بین طالبان معلوم است، جاسوساشان در بین تکنوکراتا معلوم است. جاسوساشان کسانی است که به پیمانه بسیار وسیع در این مملکت فساد کردند و دارایی های عامه و دارایی های مردم چور و چپاول کردند و مرتکب صدها جنایت شدند و یک روز از اینا کس پرسان نکرد که شما چرا این کارا را میکنید؟ مردم افغانستان چرا اینقدر زجر میتن؟ مردم افغانستان چرا اینقدر توهین میکنن؟ مردم افغانستان چرا اینقدر بیچاره معرفی میکنن به دنیا؟ خب چقدر عزت، آبرو و حیثیت مردم افغانستان میرزانن توسط جاسوسای نابکارشان، هم در دولت هم در بیرون دولت. فکر میکنن که مردم افغانستان نمیفهمه که چی گپ است در این مملکت؟ همه چیز معلوم است آقا جان. 38 سال میشه که در پشت تمام حوادث، جنگ علیه اتحاد شوروی، ایجاد طالبان، ایجاد مجاهدین، جنگ حزب اسلامی و جمعیت اسلامی و تمام نارامی هایی که در این کشور صورت گرفته در عقب این سناریو کی قرار داره؟ بازیکن اصلی کی است؟ این ملت کی بیچاره ساخته؟ نفاق ملی را در این مملکت کی می اندازه؟ مسئله شمال و جنوب کی می اندازه؟ مسئله پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره را کی می اندازه؟ ترکیب همین ملی ما بحران افزاست. افراد بسیار کوچک کی شخصیت می سازه؟ شخصیت های ملی را مردم وطن پرست کی به این زیبا می کشانه؟ چرا اینا ما و شما چرا واقعیت ها را نمی دانیم؟ حقیقت است که مردم افغانستان باید بدانند که با این ملت، این ملتی که با امریکا دوستی کرد، دستی دوستی دراز کرد، این ملتی که با انگلیس دستی دوستی دراز کرد، با ناتو دستی دوستی دراز کرد، این ملت امروز در چه وضعیت قرار دادن؟
اگر واقعا امریکا بخواه و انگلیس بخواه و ناتو بخواه و ملل متحد بخواه و کشورهای بزرگ جهان بخوان، پاکستانی جرأت پدرش کده نمیتونه که در امور داخلی افغانستان توسط 4 طالب مداخله بکنه. حالا شما از بحث پیمان امنیتی و استراتژیک یاد کردین، گفتین کسانی که مسئول تطبیق از هستن اونا جاسوس هستن، واقعا چنین است؟ نه، من نمیخوایم. ببینین شما گپ بسیار یک رقم نسازین. از این گپ شما چی به دست میارین که ما بگم فلانی جاسوس؟ من میخوایم بگم که جناب استاد به حرمتی میکنن به مردم افغانستان. درست. حالا مردم افغانستان به قول شما وضعیتشان رو بحران است. حالا مسئولین کی است واقعا؟ مسئول از این رهبران بخیرت افغانستان هستند، رهبران مزدور افغانستان هستند که متاسفانه مردم افغانستان، مردمی که میفهمین تفنگ برداشتن برای استقلال. کدام استقلال؟ برای حاکمیت ملی. کدام حاکمیت ملی؟ و بالاخره به تمامیت ارضی. کدام تمامیت ارضی؟ برای مفاخر ملی. کدام مفاخر ملی؟ شما ببینین وقتی که در پرده تلویزیون افغانا را نشان میتن که در زیر پل سرخ دسته دسته هروئین میکشن، چه آبرو برای افغانستان میمانه؟ وقتی که مسئله فرخنده، خواهر فرخنده، شهید فرخنده را نشان دادن، چی آبرو برای افغانستان ماند؟ ولی که امروزه تعداد گدایان نشان میتن که دخترای جوان، زنای جوان، بچهای خرد گدایگری میکنن، اطفال خود گدایگری میکنن. هر روز از اختطاف صحبت میشوه، هر روز از جنایت‌های سازمان یافته صحبت میشه. چی آبرو حیثیت به این ملت مانده؟ و این وضعیت و این سناریو با کمال تاسف هنوزم ادامه داره. من میخوایم از امریکایی‌ها بپرسم که بازیگر اصلی در مسئله افغانستان فقط و فقط پاکستان است. این پاکستان تو جرأت میکنه که مقابل ناتو، مقابل امریکا، مقابل روسیه، مقابل چین، مقابل تمام کشورهای جهان استاد شده، یک دولت قانونی و مشروع بالاخره به مشکل مواجه کرده. این پاکستان که جرأت داره. ببینین برادرها ببینین همه چیز ساختگی و دروغ است. همه چیز ساختگی و دروغ است. وحدت ملی دروغ. یک چند تا جاسوسکی نالایقی به همت پیدا کردن از تاجکا، از ازبکا، از هزارا، از پشتونا. اینا کلش نوکر هستن. در ماهیت نه به تاجک ارتباط دارن، نه به ازبک، نه به هزاره، نه پشتون. پس چرا مردم رای دادن؟ اینا کسایی هستن که در ترور استاد سعیدی سهم داشتن و فردا در ترور ما و آشنا و دکتر صاحب زیلاند سهم خواهند داشت. اینا جاسوس هستند، خائن هستند و جنایتکار هستند و اینا باید میفهمید در پل چرخی بروند. او پل چرخی جای اصلی از اینا پل چرخی است و اینا مسئول حادثه 3 روز پیش هم هستند. اینا لیاقت ندارن، اینا توانمندی ندارن، اینا فهم ندارن، ظرفیت ندارن. اینا بر سر گرده مردم افغانستان حکومت میکنن. جز چور، جز چپاول، جز رشوتخوری، جز فساد، جز اختلاف قومی در بین مردم افغانستان، جز جاسوسی برای امریکا و سفارت امریکا، اینا کار دیگری ندارن. من میخوایم بگم که امریکا از حمایت جاسوسای دست بکش. در غیر از اون ملت نمرده. میدانم که 38 سال میشه که نیروهای ملی در این مملکت سرکوب میشوه، هم توسط شوروی ها، هم توسط ناتو و امریکایی ها. نمیگذارین که یک حزب ملی با وجود بیاید، نمیگذارین که یک جریان ملی با وجود بیاید و نمیخواین که افکار ملی بالاخره به پیروزی برسه. جاسوسایتان بر گردهای مردم افغانستان حاکم ساختین و از تشکل‌های ملی، از تشکل‌هایی که خدمتگار مردم افغانستان هستند جلوگیری میکنین. اینا ما هممون میدانیم که بازی به کدام سمت میروه، به کدام هدف میروه و مقصدشان چی است. ببینین برادرها، این گپا ما هر شب بشینیم طالب داو بزنیم، طالب. ما براتون میگم که دیپلماسی ارک با جنگ طالبان در یک سمت حرکت میکنه. او سمت چی است؟ او سمت اقتدارگرایی است. او سمت چی است؟ تامین منافع کشورهای بیرونی است. شما فکر میکنن که در فساد تنها دولت آقای کرزی؟ خودی کرزی اعتراف کرد که اگر 30% ما شریک هستیم، 70% خارجی ها شریک هستند. منظورش از خارجی ها کی است؟ واضح است، روشن است. بنابراین من میخوایم بگم که قتل عام ما نکنن. با جاسوسای نالایقشان، با جاسوسای فساد پیششان، با جاسوسا و مزدورای نادانشان از این بیش مردم افغانستان بیچاره نسازند. اگر هیچ کس به داد ما نرسید، خدا به داد ما میرسد. سپاسگزارم. ببینین من که گپ میزنم دقیق است، گپای تبلیغاتی نیست. جنرال امام که در ایجاد طالبان بسیار نقش داشت،
کرنل امام، او گفت که جامعه جهانی بسیار ما را ملامت نکنه، افغانان بسیار زیاد بر علیه پاکستان گپ نزنن. تنها پاکستان نیست، یک 3 کشور دیگه هم هست که طالبان را حمایت میکنه. او 3 کشور مشخص نکرده که عربستان سعودی، انگلیس، امریکا. ببین آقا جان، این گپا را کل گیال میفهمن. امریکایی‌ها با خود پت نکنند در بغل و بغل. یک نوکر دولت افغانستان، یک نوکر دولت پاکستان. نوکر با نوکر چیزی کده نمیتونه. گپ سری بادار است. بادار چی میکنه؟ بادار چی میخواد؟ ما یک بار دیگه رفع مسئولیت میکنم برای هم دولت هم برای مردم افغانستان. ببینین حامد کرزی اینمی افراد آزاد کرد، افرادی که شما گفتین که 400 نفر کشتن و زخمی کردن، میدان هوایی را بنابش ماندن و هر روز 100 نفر 200 نفر در خانه شم نان میخورن و من نمیفهم پیسر از کجا میکنه. ما خود نان شب خود پیدا کرده نمیتونیم. من نمیفهم اینا 500 نفر اینا از کجا نان میتن. این سوال است. یک حرف دیگر هم برای شما میگم. ببینین یه حرف حقوقی، سیاسی، علمی است. دولتی که تامین امنیت کرده نمیتواند، از دوران ارسطو تا امروز تمام فلاسفه، پیغمبرا، دانشمندا و نخبگان علوم سیاسی به این باور هستند از ارسطو تا امروز دولتی که تامین امنیت کرده نمیتواند دولت مشروع نیست. ببینن امی دولت که تامین امنیت کرده نمیتواند در نیم کیلومتریش در پل محمود خان، این مشروع است. یک در انتخابات ریاست جمهوری هم دکتر سیب عبدالله هم دکتر سیب اشرف غنی گپ اولشان مبارزه علیه فساد اداری بود. آیا واقعا اینا بر علیه فساد مبارزه کردن؟ واقعا دزدان اصلی کامل بانک به زندان کشاندن؟ واقعا دزدان وزارت دفاع را، وزارت داخله را، وزارت زراعت و دیگه وزارت ها را که چور چپاول کردن، دارایی‌های عامه را، کمکایی را که به مردم بیچاره افغانستان شده بود از طرف جامعه جهانی و یک بخش کمک ها را پس دوباره وزارت مالیه رایی کرد به امریکا در دوران قدرت جنابشان. آیا واقعا این فساد پیشه ها موردی پرسان قرار گرفتن؟ برعکس در برابر فساد پیشگان عقب نشینی صورت گرفت و فساد پیشگان در آغوش گرفتن و یک جا با فساد پیشگان حکومت میکنن. بناهن این دولت مشروعیت نداره و از همه مهمتر دولتی که از حمایت مردم برخوردار نیست، از پشتیبانی مردم برخوردار نیست، او دولت ناکام است و مشروع نیست. این دولت میفهمی 98% 99% مردم افغانستان جز دزدا، جز چپاولگرا، جز رشوتخورا، جز قاتلین مردم افغانستان، مردم به بینی رسیدن. خب و فریادشان وضعیت و در کتاب خود دکتر سیب اشرف غنی نوشته کرده. او کتاب خود چرا مجددا نمیخونه، مطالعه نمیکنه؟ خودش وقتی که در هرات میروه، در اسپین بولدک میروه و مردم بیچاره را میبینه که مردم با عزت اسپین بولدک که کالایشان پینه داره و اشک میریزانند که از دست فجایی ما بالاخره در کو بالا شدیم. حال خودش که وقتی که به قدرت رسیده همه چیز از یادش رفته. باز معامله با فساد پیشگان، باز معامله با قاچاقبران، باز معامله با تروریستان، باز معامله با وحشتگران کابل بانک و کسایی که ببین یک گپ ما برات میگم با مردم افغانستان بفهمه دوست عزیز، اینا گفتن که ما دارایی‌هایی را که غیر قانونی و نامشروع افراد از دولت و از مردم غصب کردن او را پس به مردم و به دولت دوباره چی میکنیم؟ برمیگردانیم. واقعا یک قیران از دزدا گرفتن به دولت و یک 16 پول از چپاولگران گرفتن به مردم اصلی. این همه باغ، این همه خانه و این همه زمین انتقال دادن، برگرداندن. استاد شکر. حالا حکومت نامشروع، مردم افغانستان واقعا همه روزهای بعد تلخ تجربه کردن. راه حل چیه؟ حرف آخر مردم افغانستان با شعارهای جهاد بازی دیگه بازی نخورن. مردم افغانستان با شعار ملا بازی دیگه بازی نخورن. خوب این چهره ها را بشناسن. مجاهدین واقعی نان خوردن ندارن. ملاهای واقعی نان خوردن ندارن. روشنفکران واقعی نان خوردن ندارن. تکنوکرات های واقعی در بدر هستند، گدایگر هستند و کار میکنن. من میخوایم به مردم افغانستان بگم که دیگر دنبالی از این تاجرای جنایتکاری، تروریستی، قاچاقبر نروین. اگر نه حالتان از این بدتر.
کلمه آخر یا حرف آخر. ای مردم، به محوریت نیروهای ملی، نیروهای دموکرات، مجاهدین واقعی و پاک، به دور علمای پاک و با تقوا، به دور تکنوکراتایی که از غرب آمدن دزدی نکردن و پاک هستند، به دور روشنفکرانی که نان خوردن خود ندارند، به دور زنان و جوانان پاک و با تقوا و بصیرت جمع شوند. این دزدایی که گاهی در اینجا جمع میشن، گاهی در اونجا جمع میشن و یک مسئله هم پشت خود میکشانند و در تمام جنایات مستقیم و غیر مستقیم و در بدبختی کشور مستقیم و غیر مستقیم از بن تا امروز هم دارند. اینا را ویدا بگوین. آخرین حرفم است، مردم افغانستان که قبول نمیکنن حالشان از این بدتر. سپاسگزارم. ولی اگر دلم دیگه بسوزه به ایمان.